زنگ خطر برای افغانستان، روحی 1398. در اواخر سال 2019 میلادی ویروس ناشناخته مردم را اسیر ساخت و جان هزاران نفر را در چین گرفت. بعد آهسته آهسته تا مرزهای دیگر سرایت کرد. حالا در همسایگی افغانستان، بله ایران، این ویروس توانست تا همسایگی افغانستان برسد. افزایش آمار تایید شده مبتلایان به ویروس کرونا در ایران. کیانو جهانپور، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران، امروز در توییتر خود نوشت: به اساس آخرین گزارش ها آزمایشگاهی ابتلای 13 نفر دیگر از جمله 7 نفر در رقم، 4 نفر در تهران، 2 نفر در گیلان تایید شده است. متاسفانه از این جمله 2 نفر جان باخته است و احتمال دارد این ویروس وارد افغانستان شود. ولی ما در مقابل این ویروس چی باید کنیم که مبتلا نشویم؟ وزارت صحت عامه افغانستان با نشر شرایط و کارهای برای وقایع این ویروس مردم را آگاه و وقایع می کند. پس این کار را انجام بدهید تا مبتلا به ویروس خطرناک و کشنده کرونا نشوید. دستهایتان را مکرراً با آب و صابون به مدت 20 ثانیه بشویید. اگر آب و صابون ندارید، از ضد عفونی کننده های آبی الکل استفاده کنید. دهان و بینیتان را هنگام عطسه زدن یا سرفه کردن از دیگران بپوشانید. از تماس محافظت نشده با حیوانات وحشی و اهلی خودداری کنید. از تماس با افرادی که علامه شبیه انفلونزا دارد خودداری کنید. حفظ فاصله 1 متری با کسانی که علائم بیماری دارند ضروری است. بعد از استفاده از دستمال آن را در سطل باطلدانی بندازید. اشیا و سطوحی که اغلبا لمس میکنید ضد عفونی کنید. از لمس چشم و صورت خود به ویژه با دستهای عفونی نشده بپرهیزید. دستکش 1 بار مصرف به همراه داشته باشید. از تماس نزدیک با افراد مریض خودداری کنید. همیشه قبل از غذا دستهایتان را بشویید. هنگام بیماری در خانه بمانید. گوشت و تخم مرغ را کاملا بپزید. ظروف و وسایل شخصیتان را تمیز و استیر کنید. در تجهیزات انبوه حتی از ماسک استفاده کنید و از روبرویی و دست دادن با دیگران بپرهیزید. در هنگام تماس با حیوانات از وسایل محافظتی مانند دستکش، ماسک، عینک، موزه و چیزهای دیگر استفاده کنید. در محلات مزدحم حتی از ماسک یا دستمال استفاده کرده و از دادن و بغل کشی خودداری کنید. در هنگام سفر برای جلوگیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا نکات ذیل را مراعات کنید. از تماس نزدیک با اشخاص که زکام و یا ریزش دارد خودداری کنید. دستتان را مکرراً با آب دستشویی بشویید. دهان و بینیتان را هنگام سرفه کردن با ماسک یا با آرنجتان بپوشانید. از تماس نزدیک با افرادی که با زکام یا ریزش مبتلا است خودداری کنید. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.